گروه تندروی دولت اسلامی به تاجیکستان حمله نخواهد کرد. این در همایش در رابطه با وضع افغانستان و تهدید دولت اسلامی به کشورهای منطقه صدا داد. در این همایش کارشناسان از تاجیکستان و افغانستان تبادل افکار کردند. فقط به تبلیغ به جلب و جذب هم در داخل گروه طالبان مشغول هستند و هم البته در شرایطی که بسیار مردم در فقر، بینوایی، بیکاری، بی‌عدالتی بسیار گسترده در افغانستان هست. اینها کوشیدن از بین مردم جوانان را به صفهای خود جلب کنند که متاسفانه اینها چیز هم شدن، موفق هم شدن. برعکس این موقع با توجه به حضور جنگجویان از آسیای مرکزی در صف گروه دولت اسلامی ایجاد تهدیدهای جدی در کشورهای منطقه را هم از احتمال دور نمی‌دانند. شما می‌دانید که در صفوف این داعش و طالبان بیشتر شبکه‌های تروریستی و افراط‌گرایی اسلامی کشورهای آسیای مرکزی هم حضور دارند و کسایی هستند که در سوریه اونجا آموزش دیدن و آمدن در پاکستان و از پاکستان هم آموزش‌های دینی و نظامی را دیدن آمدن وارد افغانستان شدن و بیشتر اینا را هم در شمال افغانستان انتقال دادن که مراکز بسیار گسترده در شمال افغانستان ایجاد کردند تا بتوانند به سادگی برای مدت زمان کوتاه یا دراز بتوان خطرات نه واردی به کشورهای آسیای مرکزی بسازند. تحلیلگران به آن تاکید میکنند که در هر صورت نباید کشورهای منطقه در این سمت فارغ‌بالی کنند. متاسفانه حالا نزدیکسازی موقع دو سازمان در مسئله امنیتی منطقه ناممکن شده است. پیمان اتلانتیکی شمالی و سازمان امنیتی عهدنامه دست جمعی در نیم سال اخیر وابسته به نافهمی و به موقع‌های مختلف عاید به حادثه‌های امنیتی اوکراین و منطقه‌های دیگر امید متحد شدن دو نهاد در راه مبارزه با تهدیدها کمتر شده است.